میدونستید اجرای اندر دراگون قبلا این شکلی بوده؟ اگه نگاه به کتاب رسمی ماینکرافت بندازید میفهمید که اجرای اندر دراگون یه زن و اسمش جینه و اگه شکل لگوشو میخواد بفهمید اینجوری و اینجوریه. توی نسخه بدراک فایربالایی که اندر دراگون شلیک میکنه ظاهر و رفتار متفاوتی نسبت به نسخه جاوا دارن. زمانی که شما اندر دراگون رو توی نسخه‌های خیلی قدیمی میکشید بهتون 8004 تا XP میداد. اگه اجرای اندر بیفته توی وید یعنی فضای خالی زیر جهان اصلا نمیمیره و این فقط شمایید که آسیب می‌بینید. پلیرهای قدیمی میدونن که ماینکرافت قبلا طرح رد دراگون رو آورد ولی هیچ وقت اونو به بازی اضافه نکرد. هیت باکس اندر دراگون 16 تا بلاکه، یعنی محدوده‌ای که شما میتونید بهش ضربه بزنید. تنها راهی که شما میتونید به اندر دراگون ضربه بزنید با اینستنت دمجه، یعنی افکت‌های پوشن روی اون هیچ اثری ندارن. اگه نمیدونستید فایربال اندر دراگون قبلا این شکلی بوده و چیز عجیبی که باید بهتون بگم اینه که رندر دراگون هیچ ربطی به اندر دراگون نداره. اون فقط یه موتور گرافیکیه. و در آخر باید بهتون بگم که اندر دراگون اصلی ترین و معروف ترین باس ماینکرافته که فقط 4 تا پا داره، برخلاف بعضی از اژدهاهای فانتزی که 6 تا پا دارن. سابسکرایب کن.